یا علی فدک رو غصب میکنن، باید صبر کنی. یا علی به خانه فاطمه هجوم میارن، باید صبر کنی. یا علی به فاطمه بی حرمتی میکنن، آخه پهلوی او را میشکنند. فاطمه صدا میکند یا ابتا یا رسول الله. هیچ کس جوابش را نمیگوید. اینجا که رسید امیرالمومنین گفت یا رسول الله، میشه یه خواهش کنم؟ میشه دعا کنی من قبل از شما از دنیا برم؟ مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، میشه من بمیرم و بی حرمتی به فاطمه رو نبینم؟ رسول خدا فرمود این قضای حتم الهی است. علی جان باید صبر کنی. لذا وقتی که اومدن در خانه امیرالمومنین ببرنشو برا بیعت، هیزم آوردن، در خانه رو آتیش زدن. خانم فاطمه زهرا پشت در ایستاده بود. بنا به بعضی از روایات میگه در باز بود، خانم تو کوچه رو نگاه میکرد تا دید دومی داره میاد، در رو بست. آمدن پشت در، گفت در رو باز کنید و الا خانه رو با اهلش به آتیش میکشم. هیزم آوردن، در رو آتیش زدن، در آتیش گرفت، قوام در از بین رفت. خانم فاطمه زهرا پشت در ایستاده، میخواد یه جور اینا رو برگردونه. هی میگفت چی شد بیعتتون با علی؟ چه زود به اهل بیت پیغمبرتون شورش کردی؟ یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. یه مرتبه یک لگدی به در خورد. ای وای 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 منو، وای منو، وای من. آخ میخه درو سینه زهرای. یه مرتبه صدای خانوم بلند شد یا ابتا یا رسول الله. امیرالمومنین دوید بیرون، دید عمر وارد خانه شده، گرفت کوبون زمین شد. گفت اگر رسول الله دستمو نبسته بود نشونت میدادم، تو کوچکتر از اونی که بتونی به فاطمه بی حرمتی کنی. وقتی فهمیدن دستای علی بسته است، دویدن، ریسمان به گردن امیرالمومنین انداختن. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین. میگه لباسشو از هر طرف میکشیدن، لباس امیرالمومنین رو از هر طرف میکشیدن طرف مسجد. رسید کنار قبر رسول الله، یه نگاهی کرد به قبر رسول الله، گفت یا ابن ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. خانم فاطمه از جا بلند شد، یه دست به پهلو، فزه اومده کمکش، گفت علی رو کجا برده؟